ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده‌های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتاری 107. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. در آن وقتها نه من و نه آن کسانی که من می شناختم ترمومتر و سنجیدن حرارت بدن را نمی دانستیم. بنابراین من معین کرده گفته نمی توانم که در آن وقت درجه حرارت بدن من به چند رسیده بود. اما به تبهای زمانهای شناس شدنم به سنجش حرارت قیاس کرده گفتن ممکن است که در آن شب و روزی شوم حرارت من به آن درجه رسیده بوده است که به بالاتر از آن درجه زنده ماندن بیماری تبدار ممکن نیست. آن شب که درازتر از سال بود در همان تب سوزان گذشت. بعد از روز سفید شدن چشم مرا بی دیدن خوابی پریشان گرمی برده است. چشم کشادم که آفتاب برآمده است و جایی که از آنجا رشته نوک داده بود مانند آن که با کار زده ایستاده باشند درد می کند. کشاده دیدم که زانوی چپم از بالا تا نیمه رام و از پایان تا نیمه ساق پای ورمی سرخی سوزان پیدا کرده است. هنوز بدن و درونم از شدت حرارت می سوختند، اما بیهوشی مانند دیشبه بسیار روی نمی داد. ملا سلیمان مؤذن از سرتراشان رشته‌کش مرهم آورده به جای ورمیده پای مالیده از روی آن لطه و یک پارچه پخته قفسی را گذاشته بست. بعد از ساعت آزاری کارتخلانی به لقلق گوشت کوبی بدل یافت، گویا که زانویم را بروی گوشت کوبک گرفته با چندین کاردی آش از چند جای برابر می کوفتند. مرهم در هر شب و روز یک بار تازه کرده می شد. در روز 11 روی پوست جای رشته زردی پیدا کرد. گفتند پخته است. اگر به کفیدن خود به خود جراحت انتظاری برده شود بسیار وقت می گذرد و زیاده عذاب می کشی. بهتر آن است که جراح آورده نیشتر زنانیم. من قبول کردم. همان سرتراشی را که مرهم داده بود آوردند. او از دو جایی آماس کرده پای نیشتر زده شکافت. در مدت 11 روزی گذشته من غیر از آبی تربوز چیزی دیگری نخورده بودم. از روزی کفاندن جراحت خوراکخوری سر شد. اول نان را در چای تر کرده خوردم و بعدها دیگر چیزها را هم خوردن گرفتم. حرارت خیلی پس شده قریب به اعتدال رسیده بود. جراحت کمتر آزار می داد و ورمهای بالای و پایینی جراحت فرامد، اما از جا جنبیده نمی توانستم. از روزی گرفتن رشته سر کرده من برجا مانده شده بودم و هنوز برجا مانده بودم. در 10 روزی دیگر جراحت تماما تازه شد، اما هنوز پوست ندویده بود و من امکان یافتم که بعد از 31 روز برجا مانده شده خوابیدن به عصا تکیه کرده بیرون و درون درآمده توانم و بعد از 10 روزی دیگر به عصا تکیه کرده لنگان به کوچه برآمدم. چون که
در آن وقت جراحت تماماً به هم آمده پوست دوانده باشد هم هنوز پای چپم را قوتی آزادانه حرکت کردن نبود. هنوز پرچه داغ آن جراحت بر روی عینک پای چپم نمایان است. سالی دیگر از پای راستم رشته برآمد. من در بدن خود پیدا شدن رشته را در وقتی که وی در سر سینه ام بود حس کردم، اما خیلی در مغز گوشت و در بین استخوان‌ها بود که در مالش دادن پوستی بدن به دست معلوم نمی شد، لیکن جنبش و حرکتش را پی می بردم. این رشته به آنکه بر روی تری گوشت برآید تا ران فرآمد و در آنجا در مغز موشک‌های رام تماما غایب شده رفت. دیگر حرکتش را هم حس نمی کردم و بعد از چند روزی دیگر در گرداگرد عینک زانو نمایان گردید و به زودی در یک روزی دیگر سری آن بروی ساق پای فرآمده از آنجا نوگ داد. این دفعه من با تجربه پارساله وظیفه رشته کشی را به گردن خود نگرفته به پیش استا حکیم رشته کش رفتم. او در وقتش آمده گویان مرا پشت به زمین در صفچه به یازیده خوابیدن امر فرمود، چون که رشته در طرف پیش زانو و ساق بود، اما من یازیدن را قبول نکردم. پایم را یازانده می نشینم. هر کاری که می کرده باشید کردن گیرید گفتم. می ترسید گفت. من نمی ترسم گفتم. مقصدی من از این یک رهگی و لافزنی عملیات رشته کشی را از نزدیک در بدن خود دیده تجربه آموختن بود. البته آزار خواه دراز کشیده خوابم خواه نشینم برابر بود. من پایم را یازانده نشستم. استا کار سر کرده از پهلوی بیرونی عینک پای راست جای را بریدن خواست. من از او چرا از جای نوک داده رشته روی ساق پایم را نشان داده نبریده این جای بدنم را بریدن می خواهید؟ گفته پرسیدم. در روی ساق پای 4 رشته هم نرفته است. قسمی بسیاری وی در اطراف عینک زانو پیچیده خوابیده است. اگر از جای نوک دادهش کشیدن خواهم به قدری 1 انگشت هم نمی براید، چون که دنبالش در اینجا بند است. استا هنرنمایی کرده علاوه نمود. استاهای نادان یا رشته‌دارهای کم تجربه در کجا بند بودن دنبال رشته را به نظر نگرفته وی را از جای نوک دادهش به آسانی کشیده گرفتن خواسته، دانچه را کنده نوگش را به دست در آورده به قدر قوتشان می کشند. رشته می کند و رشته دار 2-3 ماه عذاب می کشد. من که با تجربه پارساله این حال را از سر گذرانیده بودم، در دل خود گفته های استا را تصدیق کردم. دیگر به کاری وی تداخل نکرده به او تسلیم شده نشستم. استا از جای مذکور از پهلوی بیرونی عینک زانو جای را با چستک برداشته برید. رشته ننمود. دوباره برید. رشته نمودار گردید. استا دندان خلال را گرفته از تگی رشته به مغز گوشت خلانده بالا برداشت. عذاب جانگداز بود، اما من شرم داشتم که به نزد استا و به پیش تماشابینان بی درد که دری دکان را احاطه کرده ایستاده بودند فریاد و فغان برآورم و گریه کنم. ناچار دندان به دندان مانده صبر کردم. استا حلقه‌ای به دندان خلال اندرمان شده بیرون برآمده رشته را به دست خود گرفته اول قسمی به طرف ساق پای دراز شده رفته وی را کشید و آن به آسانی تماما برآمد. اما او هرچند کوشش کرده کشید و روغن شمع مالیده مالیش داد
از قسمی به طرف عینک پای پیچیده آن چیزی نبرآمد. زوری بیهوده میان می شکند گفتند. کندن ریشته از شکستن میان هم بدتر است. گویان استاد دستش را یازانده از روی رفچه دکان قیچی مویلبگیری را به دست گرفت. او از طرفی به بدن بند شده ایستاده ریشته به قدر نیم انگشتش را در بین انگشتان دست خود محکم داشته ایستاده، باقی مانده اش را با آن قیچی بریده پرتافت. استاد قسمی در بین انگشتان خود نگاه داشته ایستاده ریشته را با پخته پاک کرده، آب سفیدش را پاکیزه کشیده گرفته، جای بریده شده را با ابریشمی سفیدی سخت بسته سر داد. ریشته در حال به درون رفت. من از این حال مبادا عذابی پارساله روی دهد گویان در دل خود بسیار ترسیدم. استا این ترسی مرا پی برده نترسید گفت. رشته کنده یا بریده شده به درونی بدن رفته وقتی خوفناک است که آبش به گوشت و خون پهن شود. آبی جایی بریده شده را پاکیزه کرده گرفتم و از جایی بسته شده آب رشته بیرون زهیده نمی تواند. او بر روی پوست عینک پای و اطراف آن روغن شمع مالید و چقرچه بدن را با سوخته پر کرده با لطه سفید تازه‌ای که خود برده بودم بست. استاد توصیه کرد که تا فردا چند بار روغن شمع مالیده پیاده بسیار گردش کنم و فردا در همان وقت آیم. من به او یک تنگ مزد دادم، نگرفت. اگر فردا رشته را تماما کشیده گرفته توانم، بعد از آن نظر شما را می گیرم. اگر رشته خدا نکرده نبراید، شما بسیار عذاب می کشید. عذاب داده مزد گرفتن عیب و ناانصافی گذراست گفت. توصیه استاد را به عمل آورده روزی دیگر در وقتی معین کرده شده پیشش آمدم. رشته را دیده از طرف پهلوی درونی عینک زانو جای را بریده حلقه رشته را به دست آورده کشید. هرچند عذاب طاقت ناپذیر و از دیروزه سخت‌تر بود، رشته تماما برآمد و من از عذاب رشته‌گیری خلاص شدم. در سالهای آینده دیگر هم هر سال 2-3 رشته برآورده، گاه کشانده، گاه خود کشیده گرفته، گاه بنابر بد بودن جایی برآمدش و کشاندن و کشیدن موفق نشده 1 ماه 2 ماه بستری کردیده عذاب این دردی بیدوایی دوری امیری را چندین سال کشیدم. آخر سببی پیدا شدن آن درد را فهمیده، به دفع آن سبب کوشیده خود را از آن بلا رهانیدم. سبب و طرز پیدا شدن رشته و علاجی که حکومت امیر به مقابل آن دیده بود. آن عذاب و عقوبت بسری خودم از رشته آمده که در باب بالا تصویر یافت، هر سال کمش بسری نیمه اهالی شهر بخارا و استقامت کنندگان آنجا می آمد. البته سبب این گونه درد عمومی را هر کس کافت و کاو و جستجو می کرد. آدمانی که اندک هوش در سر داشتند سبب این را در آب حوضهای شهر می دانستند. در حقیقت آب حوضهای بخارا خصوصا در ایام بهاران که همه طبیعت به حرکت می آمد پر از کیجه می شد. کیجه آب حوضهای بخارا عبارت از کرمچه های سرخچرنگی حلقچه شکل بود
و گاها کرمچه های راست بدنی دراز رویه هم به نظر می نمود. بنابراین بعضی آدم ها آن آبها را از داکه گذرانیده صافکاری کرده بعد از آن کار می فرمودند. لیکن با همه این به آن گونه آدم ها رشته می برآمد. کسانی که به تقدیر سخت عقیده داشتند از این حال فایده برده می گفتند: از آب پیدا شدن رشته گپی بیکار است. ما آب را صافکاری کرده نوشیدیم، با وجود این رشته برآوردیم. پس معلوم می شود که اگر خدا به کسی از رشته از آب کشیدن را تقدیر کرده باشد، به این دردی بی‌دوا گرفتار می شود و اگر نه، نه. تقدیرچیان به دعوای خود به طرز زیرین نیز دلیل می آوردند. در یک خاندان می گفتند آنها بعضی کس رشته می برآورد و بعضی کس نه. اینچنین اعضای عائله بعضی خاندان همگی رشته می برآورند و در خاندان دیگر یگان کس هم این درد را نمی بیند و نمی داند. تقدیرچیان باز هم پیشتر رفته می گفتند: فلانی تابستانی گذشته با وجودی همیشه در صحرا بودنش و یگان بار هم آب حوض بخارا را ننوشیده 2 ماه از آب رشته را کشید و بالعکس فلان صحرایی که تمام تابستان را در شهر گذرانید و همیشه از همین حوضها آب نوشید، یگان تا هم رشته نبرآورد. حتی از این عقیده مردمی ساده دل بعضی کسانی فریبگری بیرونه فایده برده 1 سال کیسه خود را با تنگه های مفت خوب پر کرده. ذاتاً مردمی بخارا که از بیماری های گوناگون بسیار عذاب کشیده از طبیبان و دعاخانان خودی بخارایی فایده نمی دیدند، به اطراف کسی که از بیرون از جاهای دوردست و مملکت‌های بیرونه آمده خود را طبیب یا دعاخان اعلان کند زود غن می شدند. بنابراین از سوداگران چای فروش و نیل فروشی پیشاور بعضیشان خود را طبیب و بعضی دیگرشان خود را دعاخان وانموده با این راه هم مهنتکشان بی سوادی بخارا را تاراج می کردند. یک تابستان در وقتی که قریب نیمه اهالی شهر گرفتاری بیماری رشته بود، یکی از همین قبیل سوداگران چای فروشی بخارا خود را دعاخانی رشته‌خوان اعلان کرد. باششگاه آن سوداگر در سرای سیف الدین بود که در طرف جنوبی لب حوض دیوان بیگی در جنوبی کوچه کلان بنا یافته بود. آدمان رشته دار سحری بر وقت پیش از آن که دری سرای گشاده شود در پیش دروازه آن غن شده کوچه کلان را پر می کردند تا که در نوبت اول و هیچ نباشد پیشتر و پیش دعاخان در آمده رشته خود را خوانانند. چون این دعاخان آوازه بسیار پیدا کرده از حد زیاد فایده مفت به دست در آورد، در سرای رشید نیز یک سوداگری نیل فروشی پیشاوری دکانی رشته‌خوانی گشاد. خریداران دکانی وی هم از خریداران دعاخانی نخستین کم نشد. آدمانی هنگام طلبی بی رشته هم به پیش آن رشته‌خوانان رفته ترتیب دعاخانی آنها را دیده یا ندیده به طرزهای گوناگون نقل نموده سبب گرمی بازار آنها می گردیدند. این هنگام طلبانی بیکار مبالغه را به جایی رساندند که یکی از آنها می گفت: من به چشم خود دیدم که دعاخان دعا خوانده بروی پوستی جایی رشتناک آدمی رشته‌دار کف صوف می کرد. رشته مانندی کرمی لای خورکی از لای براینده سرش را بالا کرده از تگ پوستی بدن می برآمد و دعاخان رشته از بدن برآمده را پیش پیش بریده به کاغذ می پرداخت. وقتی که تمام رشته با زوری دعا برآورده بریده شد،
رشته های بریده شده را به کاغذ پیچانده به دست رشته دار می داد و نظر دعای خود را به همین طریقه حلال کرده می گرفت. من که طبیعتاً کنجکاو و شکاک بوده این گونه کارهای از عادت بیرون را تا به چشم خود نبینم باور نمی کردم، روزی در قطار رشته داران با وجود این که آن وقت رشته نداشتم به سرای سیف الدین به پیش دعاخوان نخستین رفتم. در نوبت من در مرتبه 4 بودم. دستیاری دعاخوان بیماران را 4 نفری به حجره می در آورد. من با 3 نفری در پیش خودم استاده نفری 4 شده به پیش سوداگری رشته خان در آمدم. او در میان جای حجره بروی قالینچه 4 زانو می نشست. در پیش او در یک طبق تنوکه کلان سیردار که در بخارا قربایی می نامیدند به قدر 4 زباله خمیر لای سقیچ، لای چسبکی از خاک سرخ تیار کرده شده بود. دعاخوان آدمی رشته‌داری در پیش ایستاده را به پیش خود خوانده فرمود که جای رشته‌ناک بدنش را گشاده به او نشان داده دراز کشیده بخوابد. رشته‌دار این فرمان را به عمل آورد. رشته او در ران پایش بوده است. دعاخوان از لای یک لنده اش را کنده گرفته در 2 کف دست خود مالش داده مانند پیلته تافته درازی لوله شکل کرد و آن را بروی پوستی جای علامت رشته معلوم شده بدن بیمار گذاشت و کاردی کندی تیغک مانندی را به دست گرفته به دعا خواندن در آمد. زبان دعای او نه عربی بود و نه تاجیکی، شاید زبان اردو یا یگان زبان دیگری هندوستان باشد که در بین جمله هایش گاه گاه بعضی سخنانی به تاجیکی مانند هم شنیده می شود. شما گفتار 107 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.